همچنان مسجد بقیت الله ان شاء الله تخریب بشه. تا چه مدت این جریان ساخت از سرک زمان خواهد بود؟ ان شاء الله سرک طبق صحبت‌های مقامات محترم شهروالی کابل کارش به زودی ان شاء الله شروع میشه. امروز ما شاهد تخریب زو بودیم و کار اعمارش هم ان شاء الله به زودی شروع میشه و امیدوارم که ان شاء الله به زودی به بهره برداری برسه. دیگه چیزی به می ادامه از این سرک قرار است طرف کمپنی بره. این دقیق معلوم است که چه وقت شروع میشه نمیشه؟ نه ادامه ازی فعلا در سال 1405 کوی برنامه نیست. ادامه ازی سرک فعلا در سال 1405 پروژه داره، حتی 6 پروژه شهروالی کابل در ناحیه 13 که انشالله پروژه های بسیار کلانه و پروژه ها بسیار مؤثر است و برای رفاه و آسایش مردم ناحیه 13 بسیار تاثیر داره. انشالله همین پروژه ها تکمیل شه و بعد از اون طرف است. فعلا اون طرف کار نداره. در قسمت کسایی که متضرر میشن، یعنی قیمت خانهشان یا زمینشان در این مورد چقدر با کسایی که متضرر میشن همکاری از طرف شهروالی میشه؟ خدمت شما شود که در قسمت پرداخت ضرر مردم سنجش میشه که پختکاری بوده، خامه بوده. نظر به مو پختکاری و خامه سنجش میشه. انشاءالله پول مردم نقدن پرداخت میشه. در پرداختی پول مردم شهروالی کابل قراره که ما در جریان هستیم، هیچ گونه تعلل نداره و پول مردم انشاءالله پرداخت میشه بعد از طی مراحل اسنادش. تنها پول که پرداخت میکنه هزینه ساخت و سازش است یا قیمت زمین هم است؟ نه فعلا کو همو هزینه ساخت و سازش است که تعمیر ساخته. زمینش هم انشاءالله شهروالی کابل در تمام شهر کابل پروگرام داره که برای مردم قیمت زمینش هم پرداخت. در جریان هستین سرک‌های قبلا رد شده از اونجا گذشته برای اونا که بیشتر منازل مسکونی بوده پول پرداخت شده یا نه؟ بله پرداخت شده. پول خوبی هم پرداخت شده. یعنی شهروالی کابل بسیار عادلانه سنجش نه انشالله و ما خواهش ما شهروالی محترم کابلی است که مثل پروژه های قبلی که در سرک نقاش و سرک 20 متری شهدای معارف پول مردم پرداخت کنه. خواهشمندیم که مقام محترم شهروالی کابل مسئولین شهروالی کابل پول از این مردم را به همون شکل پرداخت کنه تا مردم بتونه یک سرپناه خانه برای خود بسازند. دیگر خواستتان از مردم که خانه‌هایشان قدم نقشه رفتن، آیا همکاریشان چگونه بوده و خواست شما از اونها چیست؟ مردم ناحیه 13 شهر کابل بسیار یک مردم فرهنگ دوست، بسیار مردم همکار با حکومت است، بسیار مردم متمدن است و با حکومت همیشه همکاری کرده. هم در قسمت ارگان‌های امنیتی، هم در قسمت پروژه های شهروالی کابل مردم ناحیه 13 همکار بوده و در قسمت پیشبردی کارهای پروژه های شهروالی کابل همیشه همکار بوده و انشالله در این سرک هم مردم جدا همکاری میکنه و خواهش ما از مقام محترم شهروالی کابل و مسئولین امارت اسلامی است که این مردمی که دکانهایشان، خانه‌هایشان و سرک تخریب شده، متضرر شده، جایدادهای زیاره، پول زیاره بسیار به زودی پرداخت کنه و همچنین برای کسانی که دکاندار بودن، دکان داشتن، دکانداری میکنن، هتل داشتن، مثلا بسیار دکاندارا غریب کارن، برای از یک جایی در نظر بگیرن که یا بتونه در اونجا یک کاروبار کنن تا اموال معاش و نفقه عیال خود تامین کنن. خواهش ما جدی ما از شهروالی کابلی است که کسایی که کار و شغلشان از دست دادن برای ازیام انشالله یک تدابیر شغلی برای داشت. یک قسمت کمبود مسکن در اثر ورود مهاجرین ما از کشورهای پاکستان، ایران و سایر کشورها اول عاملش ورود مهاجرین ما از خارج است و دومین عامل کمبود مسکنی است که پروسه اجازه ساخت ساز بسیار زمانگیر است، بسیار تأخیر دارد. ما از شهروالی کابل، از ریاست محترم صدور مجوز و از ریاست اراضی شهر کابل خواهش مایی است که پروسه تثبیت اراضی را برای صدور مجوز
شاروالی کابل که مردم خانه جور کنه همین پروسه را ساده بسازه، در حالی که از طریق دفتر امیر المومنین از کندهار فرمان آمده که برای کسایی که اسناد عرفی دارن قباله شرعی ندارن یک سهولت ایجاد شود. این فرمان آمده است، کندهار آمده در اداره امور از اداره امور در شاروالی در وزارت زراعت. متاسفانه بخش ریاست اراضی که مربوط وزارت زراعت است در قسمت تثبیت اراضی مردم ناحیه 13 بسیار کند عمل میکنند. ما خواهش ما این است، جدا میخواهیم از مسئولین محترم امارت اسلامی مخصوصا وزارت زراعت که ریاست اراضی تحت نظر وزارت زراعت است، همین پروسه تثبیت ملکیت مردم ساده بسازه تا انشاءالله شاروالی کابل بتانه برای مردم اجازه ساخت و ساز بده. همین پروسه کند ساخت و ساز شاروالی کابل باعث شده که کمبود مسکن به وجود بیاید و همچنین ورود مهاجرین از کشورهای خارج. این دو عامل است. ما از مقام محترم شاروالی کابل جدا میخواهیم که در این قسمت اجازه ساخت و ساز یک توجه خاص کنند، در حالی که از طرف مقام محترم امیر المومنین رسما فرمان داده شده، طرز العمل آمده که پروسه ساخت و سازی خانه را برای مردم آسان بسازه تا مردم بتانه یک خانه جور کنه برای خود یک سرپناه بسازه. بسیار زیاد تشکر. سوال آخر است که همین سرکی که در ادامه سرک شهدای معارف است، دلیلش میفهمید چرا متوقف شده؟ دلیلش یک مشکل با شرکت طرف قرارداد است. شرکت طرف قرارداد یک سری مشکلاتی تا جایی که ما معلومات داریم با همون شرکت طرف قرارداد است. دیگه انشالله مشکل نداره و اون به زودی شروع میشه انشالله. بسیار زیاد تشکر. و از مقام محترم شاروالی کابل خواهش ما این است که هم سرک ادامه سرک شهدای معارف، هم سرک نقاش، هم این سرک انشالله در ساخت و سازش سرعت بخشه و بیشتر توجه کنن که انشالله این سرکا تکمیل شود و به بهره برداری برسه تا مردم انشالله مشکلاتش حل شه. بسیار زیاد تشکر. گفتنی اگه باشه برای مردم که ما نپرسیده باشیم. از مردم عزیز خود، مردم عزیز ناحیه 13 خواهش ما این است که امارت اسلامی نسبت به توسعه سرک‌های دی منطقه، نسبت به ساخت و ساز دی منطقه، نسبت به این منطقه زیبا شود، کوچه‌هایش، سرک‌هایش توسعه پیدا کنه، شاروالی کابل یک توجه خاص داره. از مردم خود خواهشمندیم که با شاروالی کابل هم کار شود تا انشالله این منطقه ما و شما ساخته شود، چون این منطقه ما و شما در حکومت‌های قبلی هیچ توجه نشد، هیچ کار نکردن. اما فعلا حکومت امارت اسلامی با سرپرستی شاروالی محترم شاروالی کابل یک شخصیت واقعا خدمتگزار و پرتلاش است. پلان داره که در ناحیه 13 پروژه های خوبی را به انجام برسونه تا انشالله این منطقه چهرهش تغییر کنه. از این حالت دیگه مردم نگوید که ناحیه 13 غیر پلان نیست. شاروالی کابل پلان نداره. ما به مقام محترم شاروالی کابل چند بار جلسه کردیم، به ما قول دادن که ما چهره ناحیه 13 را انشالله تا 5 سال دیگه تغییر میدیم. بسیار زیاد تشکر.